بیننده گرامی از طریق اسکایپ، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. من بنده فاروق هستم، از روسیه زنگ میزنم به شما. فاروق جان بفرمایید برادر عزیز. استاد انصاری خوب هستید؟ سلامت باشید، الله مطالبتون کنه. من اوید این روافیز شیعیان اویدم که بشما یک چند سخن داشتم بفرمایید. میخواستم بگویم. بفرمایید. استاد من امیلا با شیعیان گفتنی بودم که ببینید این گوشت روز نمیدونم بچه آخوند قزوینی بود، میگه من در این عقیده هستم. من این آخوند یک سوال دارم که این میگه من بر این عقیده هستم که قرآن تعریف نشده است و من بر این گفتنی هستم که چرا کتاب های معتبرشون به تحریف قرآن اعتراض میکنند؟ آیا حضرت علی ابن ابی طالب این عقیده را داشتند؟ درست. پس حضرت علی ابن ابی طالب این عقیده را نداشتن، دین و مذهب اینا از کجا پیدا شد؟ درست. آیا امام حسین، امام حسن، آیا امامان معصوم اینها معصوم میدونن یا که معصوم نیستن؟ اینها رو معصوم میدونن. آیا اینها هم در همین عقیده بودن؟ پس در این عقیده نباشن، این دین و مذهب از کجا پیدا شد؟ با این که قرآن رو تعریف شده باید او رو چگونه میتوان مسلمان بود؟ درست. وقتی قسم استاد با چند شیعیان توجیه که در سایت های اجتماعی صحبت میکردیم، حتی آیه هایی که خداوند رضایتی خود را از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده است، میگوید در زمان خودش بود، بعد رسول معظم صلی الله علیه و زنده بود، خداوند از این صحابه راضی بود. بعد رسول الله از دنیا رفت، شیعیان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همگی نعوذ بالله مرتد شدند. ببینید که آشکارا وقتی من برای این گفتم پس آیه که تو زمان رسول صلی الله علیه و سلم این آیه بود، بعد رسول صلی الله علیه و سلم این آیه مگر تحریف شد، یک گویم من پوچ تقیه سخن رو میگریزاند و جواب هم نمیده که قرآن را آشکار میگن که تعریف شده است. پس از سوال میکنیم که تو مگر تعریف شد، دیگر آیا حکم این آیه که نازل شد این آیه چیست؟ دیگر جواب هم نمیدن. بله این برادر آشکار عزیز، برادر عزیز، در قرآن کریم دقیقاً همین شبهات اینا را الله سبحانه و تعالی میدونسته که در آخر از زمان زنادقه مثل اینا پیدا میشن که به اصحاب پیامبر این گونه اتهامات را بزنن. ما در سوره فتح آیه 18 وقتی الله سبحانه و تعالی میگه که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، اینجا وقتی میگه که الله سبحانه و تعالی راضی شد از مؤمنینی که در زیر درخت با تو بیعت کردن و در بین این مؤمنین همین صحابه‌ای که اینها بدترین توهین‌ها و اهانت‌ها رو به اونا میکنه اینا بودن همه. در ادامه الله سبحانه و تعالی چرا این رضایتشون رو از اونا اعلان میکنه؟ به خاطر اینکه میگه فعلم ما فی قلوبهم، میدانست از آن چه در دلهای اینها هست. آیا علم الله سبحانه و تعالی قدیم و ازلی هست یا نه؟ اینا به خاطر اینکه به صحابه توهین بکنن حتی راضی هستن که به الله سبحانه و تعالی هم نسبت به اصطلاح جهل رو علیاذ بالله بدن. بله استاد، دقیقا همین آیه بود که اونجا ما دلیل آوردیم که خداوند از اصحاب در این زیر درخت راضی شد و حتی از قلب‌های آنها آگاه بود. چرا شما این گونه میگویید؟ مگر نعوذ بالله خداوند از قلب‌های وی در همون زمان آگاه بود و در آینده آگاه نبود؟ حتی انسان رو بعد سوال‌های مجبور میکنه که انسان سوال‌های دیگر که در عقل انسان جای نمیگیرد. حتی میگید یک سوالی در عقل انسان میآید که پس اگر از جمله ایو میگن حضرت ابوبکر، عمر و عثمان و بگیم طلحه و سعد و سعید یا بگیم از جمله اینها بودن که میگن نعوذ بالله اینها مرتد شدن. یک سوال عادی در عقل انسان شعور میکند که پس چرا علی مرتضی، امام حسن و امام حسین که اینها
اینها را معصوم میدونن، معصوم از گناه میدونن، حتی داننده علم غیب میدونن، اینها با این بزرگان چی بیعت میکنن. ببین چقدر سوالهای در فکر و تفکر انسان پیدا میکنن. باز کجا برسه بگیم آیه های قرآن و از احادیث ها که هم کلا اینو رد میکنن. درست. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. تشکر بر شما. خدا نگهدار استاد انصاری. خدا نگهدار شما.